سلام علیکم تماشابینان محترم. شوکت محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیامنیوز را تقدیمتان میکنم. امروز با فرق از برنامه‌های هر روزه تنها پیام رئیس جمهور امام علی رحمان را بررسی میکنیم. لطفاً تا آخری برنامه با ما باشید. چند ناگفته ها را خواهیم گفت. ضمن ارائه پیام رئیس جمهور به پارلمان که 177 دقیقه ادامه کرد، وکیلان و دیگر حضور داشتگان در این نشست 107 مراتبه کفکوبی کردند. 35 مراتبه کفکوبی آنها با بلند شدن از جای صورت گرفت و 11 بار آن کفکوبی های پرموج و دوامدار بود. به حساب میانه وکیلان در هر 99 ثانیه یک بار کفکوبی کردند. ولی اگر وقت خودی کفکوبی ها که شامل این 177 دقیقه هستند از حساب خارج کرده شود، شاید در هر دقیقه یک مرتبه قرصک زده باشند. این هم در حالی است که تقریباً نیم ساعت پیام رئیس جمهور به تروریسم، فساد و انتخابات بخشیده شده بود که در این مدت وکیلان از کفکوبی تقریباً خودداری کردند. یعنی اگر این نیم ساعت به نظر گرفته نشود، وکیلان در هر 50 ثانیه یک بار کف کوفتند. ولی آیا پیام امساله رئیس جمهور ارزش این همه کفکوبی ها و از جا برخاستن ها را داشت؟ بعد بررسی سخنرانی رئیس جمهور ما به این نتیجه رسیدیم که تمام این 177 دقیقه سفسته بیش نبود و در آن حتی یک اطلاع واقعی، یک پیشنهاد درخوری درد جامعه، یک سفارشی که به اجرایش می شود باور کرد نبود. درباره اینکه تمام فکت و رقم های ارائه کرده رئیس جمهور در ضمن اینکه گویا وعده های قبل از انتخاباتی او در سال 2013 اجرا شده اند دروغ بودند، ما قبلا در تحلیل زیر عنوان 40 دروغ امام علی رحمان که در یک دروغ بزرگ جای گرفت نوشته بودیم. یک نقطه جالب پیام 3 ساعته امام علی رحمان آن بود که هرچی سفسته بزرگتر بود وکیلان برایش بلندتر و طولانی تر کف کوفتند. ما همه حرفایی که وکیلان برایش کفکوبی کردند جمع‌آوری کردیم، ولی چون آوردن همش مطلب را خیلی طولانی میکند با چند مثال اکتفا می نماییم. اما ما حاضر هستیم که در صورت مراجعت تماشابینان متن پره حرفایی را که وکیلان برای آنها کفکوبی کردند دسترسی شما گردانیم. رئیس جمهور در پیامش بیشتر از همه به سخاوتمندی و خیرخواهی صاحبکاران توجه کرد. امام علی رحمان 5 مراتبه با آنهایی که از حساب خودشان مکتب و باغچه، راه و پول، بیمارخانه و انشاءات دیگر بنیاد میکنند اظهار سپاس کرد. طولانی ترین و صمیمی ترین کفکوبی ها هم محض برای همین 5 اظهار سپاس رئیس جمهور بود. ولی آیا میدونید چرا ما اظهار سپاس رئیس جمهور به صاحبکاران و مردم سخاوتمند را هم سفسته گفتیم؟ اینجا چند سبب وجود دارد. یکم، بنیاد راه و مکتب و دیگر انشاءات وظیفه اولین درجه حکومت است. ولی حکومت امام علی رحمان در 27 سال موجودیتش حتی یک راه حسابی یا یک مکتب درخور زمانه بنیاد نکرده است. تمام راه و مکتب های ساخته شده یا از حساب قرض و گرانت های خارجی اند که نیمی آنها از طرف مسئولین حکومت دزدیده می شوند یا از حساب خودی مردم. دلیل های زیاد موجودند که مسئولین حتی از همین پول صدقه مردم برای بنیاد راه و انشاءات می دزدند. دوم، اکثر این سخاوتمندی های صاحبکاران و مردم عادی مجبوری بوده رژیم آنها را با فشار چند جانبه
حتی توسط مقامات امنیتی و انتظامی به خیرخواهی مجبور می سازد. خود رئیس جمهور این را در پیامش قید کرد. علاوه بر این صدها دلیل این مجبور کنی رسانه‌ای شدند. اصلا برای این کار گمان میکنم دلیل هم آوردن ضرورت ندارد. یکی مردم کشور انفشارات در پست خود احساس کرده است. ولی به هر حال دلیلی که چند روز پیش رسانه‌ای شد، حکومت ناحیه شاه منصوری پایتخت. یادتان هست؟ صاحبکاران را مجبور می‌سازد که تحفه‌های عیدانه خریداری نموده به حکومت بدهند تا حکومت آن را از نام خودش به مردم تحفه کند. تمام تجارت و بیزنس های موفق و سردرآمد از طرف خانواده رئیس جمهور مونوپول کرده شده است. داماد دخترهای او بزرگترین و سردرآمدترین صاحبکاران کشورند. ولی یگان تای آنها و حتی دختر و پسران رئیس جمهور یک صنف خانه بنیاد نکردند. خود امام علی رحمان که طبق معلومات گوناگون نزدیک به 10 میلیارد دلار در آفشورها جمع آوری کرده است و ماهانه‌اش چنان بزرگ است که حجم ماهانه رئیس جمهوری تاجیکستان سری دولتی دانسته می شود، تخمینا از 25 تا 100 هزار دلار را تشکیل بدهد. اما حد اقل از حساب ماهانه یک ماهش رئیس جمهوری تاجیکستان یک حاجتخانه در نزد یگان مکتب بنیاد نکرده است. آخر در حالی که خودت با خانواده‌ات کشور را غارت میکنی و حاضر نیستی در آن حتی یک حاجتخانه سازی، اظهار سپاس به صاحبکاران سخاوتمند مگر سفسته، حماقت، درویگی و فریب نظر نیست؟ 4 مراتب وکیلان برای دستاوردهای حکومت در ساحه انرژتیک کفکوبی کردند. طولانی‌ترین آن زمانی بود که امام علی رحمان گفت سال 2016 ما اهالی را همگی 8 ساعت با برق تامین می‌کردیم. امروز تمام گوشه و کنار کشور صنعت تاجیکستان 24 ساعت با برق تامین است. همه ما شما شاهد هستیم کلی مردم تاجیکستان اولی سالهای 90 و بعدا سال 2016 همگی ما 8 ساعت اهالی مملکت را برق تامین میکردیم، مخصوصا در فصل تیرماه زمستان همگی 8 ساعت 2016 و امروز تمام گوشه کنار مملکت تا دههای دوردستترین و صنعت مملکت 24 ساعت با قوه برق پورا تامین است و بعضا کشورهای دیگر را هم شاهد. وقتی که خودت اعتراف میکنی که در 27 سال حکمرانیت در عصر 21 مردم کشور تنها در یک سال آخر برق را سری دیده است، مگر جای افتخار و کفکوبی است؟ با وجود باز هم دروغ همراه شد. دوردستترین دهات آن طرف استاد، همگی در 60 کیلومتری دوشنبه مردم تا حال نه 8 ساعت و 4 ساعت بلکه در تمام دوران صاحب استقلالی و از آن هم پیشتر برق را ندیده است. این سین سولمو در 70 رفته است تا حوضی را سویت همینجا را ندیدیم بخوریم. این خیلی هم مشکلی خط زندگی بوده است این باینده. اکنون به شرح بعضی دیگر از سفسته های رئیس جمهور که وکیلان را برای کفکوبی بلند کرد میپردازیم. دقت دهید. تنها سال 2016-2018 مبلغ عمومی امتیازهای جاری شده بیش از 15 میلیارد سامانی را تشکیل نمود که این سهم حکومت مملکت
ба рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиву истеҳсолӣ мебошад. ин агар ба 2 сол тақсим кунем 7-5 миллиард сомонӣ дар як сол рост меояд. ин хеле маблағи калон аст ва хеле дастгирии ҷиддӣ аст. ана гап. این دروغ شاخدار را بینید. 15 میلیارد. اگر آن به 3 سال 5 میلیاردی تقسیم کرده شود، هرچند امام علی رحمان به 2 سال تقسیم میکند، 25-30% بودجه را تشکیل میدهد و کشور امکانی چنین خراجات بزرگ را ندارد. از طرف دیگر تمام امتیازها تنها به شرکت‌های متعلق به دامادها و دختران رئیس جمهور تعلق می‌گیرد. آخرین تحقیقات ACCAP این را تصدیق می‌کند. در زمان صاحب استقلالی با در نظر داشت آسایش شماره اهالی مملکت و با مقصد حل مشکلات اجتماعی مردم کشور 135,000 گکتار زمین برای بنیاد منزل استقامتی تقسیم کرده داده شد. من این رقم ها را یک مرتبه دیگر تکرار کرده بودم، لیکن برای معلومات شما و مردم تاجیکستان رساندنی است. بیش از 1,400,000 عائله، یعنی قریب یک تاجیکستان دیگر زیادتر، صاحب زمین شده شرایط منزل خود را بهتر میکنند. من حساب کرده برآمدم در زمان 75 سال شوروی همگی در مجموع برای بنیاد منزل های استقامتی زمین 75,000 گکتار جدا کرده شد. طبق ادعای رئیس جمهور هر عائله تاجیک نابسته از آن که در شهر استقامت میکند یا دهه صاحب زمین شده است. تماشا بینان عزیز، شما صاحب زمین نزد حولگی خود شده اید؟ البته حتی زمین هایی که به مردم رسیدند تنها توسط رشوه های هنگفت رسیدند و مردم از منصبداران آن زمین ها را خریده است و همین شمار هم حتی 4/1 ادعای امام علی رحمان نیست. مسئله تقسیم زمین در مثال دهه توده جماعت مرزا رضای ناحیه حصار به زودی در تحقیقات پیام نشر خواهد شد. انشالله در این باره گفته خواهیم گذشت. چیزی دیگر، زمین هایی که به مردم تقسیم شده اند طول سال هاست که مردم آنجا منزل و خانه ساختن، آن طرف استاد حتی اطرافش دیوار نکردند. میدونید چرا؟ همگان میدونیم. اساساً جایهای به مردم تقسیم شده است که نه آب دارد و نه برق، در چول و بیابان هستند، کمترین شرایط زندگی را ندارد. با همین حکومت به چشم مردم خاک پاشیده است. مگر نادرست میگویم؟ با همه ساکنان مملکت مراجعت میکنم که تا جشن مقدس و بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان هر یک عائله با مسئله تجدید و از نوسازی تازه و آزاده و آباد و زیبا گردانیدن منزل زیست، کوچه و خیابان و همه محلهای اهالینشین کوشش نمایند. هر یک عائله جشن 30 سالگی تنها از صاحبکاران و از ساختارهای قدرتی و دولتی نیست. کلی مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان دولت و تشکیل. هر یک عائله خانه و در خود را به ترتیب درآوریم، آباد کنیم، تعمیر کنیم. می توانیم کرده در 2 سال، 3 سال
4 سال میتوانیم کرده. خوب کنید تا آباد کنید. چون که زندگی پیش از همه شرایط زندگی اهل عائله خودتان فرزندانتان را بهتر کنید. عمری با برکت ببینید. ظاهرا این بنده خدا به افسانه خودش که میگوید تاجیکستان بهشت روی زمین است باور کرده است و فکر میکند در بهشتش مصالح ساختمانی به مردم بیپول دسترس میشود. مردمی که برای خریدن آرد پول ندارد چی رسد به شکر گوشت باید در 2 سال خانه اش را تعمیر کند. شما تماشابینان گرامی می توانید خانه خود را تا 2 سال دیگر تعمیر و آباد و زیبا گردانید؟ چند درصد مردم از خورد و خوراک و دیگر مشکلات خانوادگی برای ساختمان یا از نوسازی خانه‌اش مبلغ جدا کرده می تواند؟ مگر این سفسته نیست؟ چرا تاکید میکنم با ساختارهای نظارتی، قدرتی، حفظی حقوق از پروکوراتورای کارمندانی، پروکورورها، وزارت میلیسیای تاجیک، امنیت، агенти назорати молиявӣ ва коррупсия, палатаи ҳисоб баъди ин суханронии мо тиру камонтона гирифта даравт барои тафтишот шурӯъ накунед. ман медонам ки чӣ гуна баъзан соҳибкорро ба кадом дараҷа оварда расонад. اینجا دقت دهید. خود رئیس جمهور میگوید میداند که مقامات انتظامی صاحبکاران را به چه حالت بیچارگی آورده رسانیدند با تیر کمانشان. پس اگر توی رئیس جمهور با خبر از آن باشه که زیردستانت داد وای مردم را برآورده‌اند، بدانی که این مقامات انتظامی از امنیت تا پلیس، از نظارت گمرک تا پروکراتور و ضد فساد مردم را چگونه بیچاره کرده اند، اما از دستت چیزی ساخته نیست. از این روزت مردنت به. با همین حالی که زیر دستانت به مردم ظلم میکنند و تو تماشابین باشی، تو به کی در کار هستی؟ مگر پیشوای خردمند و غمخوار همین گونه تماشاگر ظلم زیر دستانش میشود؟ تو امروز به گفت خودت میدانستی که زیردستانت به مردم، به صاحبکاران ظلم میکنند. میدانستی که سری صاحبکار کارمندان مقامات انتظامی با تیر و کمان راست ایستادند. صدایت نمی برآمد. اکنون پلیس صاحبکار در کار شد. انتخابات نزدیک شد. اکنون از خواب بیدار شدی. این سفسطه چی است؟ بنابراین کشور ما از حساب نشاندهنده‌های پرتاب گازهای گلخانه‌ای در جهان جای 135 را اشغال می‌نماید که این مقام خیلی بلند و سهمی ارزشمند تاجیکستان در حل مشکلات گلوبالی میباشد. این معنی آن را دارد که در تاجیکستان، در کشور ما، به سر اهالی پرتاب گازهای گلخانه‌ای یعنی گاز کربن به اتمسفر بینیاد پسترین است، اما یک تانه را تشکیل نمی‌دهد. باید گفت اینجا این نه مایه افتخار بلکه مایه ننگ هم باید باشد. کشورهای مترقی نه از بهداشت وضع اکولوژی بلکه از آلوده شدن آن سال از سال اظهار نگرانی میکنند. چون استحصال میکنند. روز به روز کارخانه و کارگاه های استحصالیشان زیاد میشود. وقتی حکومت تاجیکستان از عهده بنیاد یک کارخانه هم در 27 سال نمی براید، البته سهم شما در بهداشت وضع اکولوژی خوب می شود. عجب افتخاره. کارخانه بنیاد نمی کنید، فضا آلوده نمی شود.
مگر همین مایه افتخار است؟ با مقصد باز هم بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و هوسمندگردانی صاحبکاران خارجی که به اقتصادیات تاجیکستان زیاده از $1 میلیون امریکایی سرمایه‌گذاری می‌نمایند، پیشنهاد می‌شود که با آنها از جانب وزارت کارهای خارجی و نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان در خارج کشور روادید بسیار کرده 5 ساله داده شود. اخیر وقت بعد سرمایه گذاری $800,000 می شود شهروندی کشوری عضو اتحادیه اروپا را گرفت یا با $250,000 سرمایه گذاری می توانید شهروند ترکیه شوید. مثال دیگر همگی $100,000 سرمایه گذاری کافی است که شهروندی مالداوا به دست آید. ویزای 5 ساله تاجیکستان به کلازی؟ کدام سرمایه گذاری احمق در حالی که میداند بعد 1 سال فعالیتش از طرف داماد یا خسر بچه امامعلی رحمان غصب می شود مگر به تاجیکستان می آید؟ یگان دولت دنیا به رشد علم و معارف رشد کردن نمی تواند. این کشفیات باید به پیشتاق اداره سازمان ملل متحد به جای آن بیت شیخ سعدی نوشته شود. کسی که به این حرف صادق است و صرفم می رود مگر وزیر معارفش نورالدین سعید می شود؟ 10,035 родителей был оштрафован. Сумму, вот коллега только назвал, более 1,300,000 самонов. Систематически опоздание ребенка на занятиях. Систематически отсутствие ребенка на занятиях в школу. Без подготовки придут на занятия. Не имеет тетрадь, ручка, книга и так далее. Без пустыми руками идут в школу. Ну, если латукуби кудак. Да, со стороны родителей. И мы на это реагируем мы. Общественность реагирует нельзя. С собой ребенку берет, например, когда идет этот самый на миграцию, как его там, через 3 месяца вернуться, а ребенка не ходил в школу, без справки. И такие случаи иногда случаются. И такие случаи бывают. Или старшеклассников иногда собственной машиной идут в школу. در 1 سال خواندن نکمتر از 5 کتابی بدیهی و مطالعه و حفظ اثرهای منظوم و منثور ادیبان گذشته و معاصر را برای کلانسالان و خوانندگان براماند و اجرای آن را زیر نظارت قطعی قرار دهد از دستگاه اجرایی پرزیدنت سر کرده. برای چیکار کردن در کار؟ فرمان میدیم از دستگاه اجرایی پرزیدنت سر کرده در تمام وزارت و اداره و تشکیلات و مؤسسه تا مقامات های حاکمیتی مالی از خودی مقامات حاکمیتی دولتی در جماعت ها در تشکیلات های مؤسسه های کلان در شرکت و کمپانی های کلان بزرگ مکتب ها دانشگاه های عالی یک کتابخانه با تامین کتاب های بدیهی هم کتاب های بدیهی آنچه که من نامبر کرده است هم کتاب های ترجمه کرده از دانشمندان کشورهای پیشرفته شاعران نویسندگان مشهور دنیا تامین نماییم تامین کرده شود. مبلغ زیاد را طلب نمی کرد. در هر یک اداره و مؤسسه نچندین زن نچندین معاون شعبه
اینا را برهم دادند. یک اتاق کاری 8 کس در یک دیگر. اینا را گیرین. این سیستم کونای وی است. در یک تالار رابر میشیند. تمامی کارمندان در یک جا نظارت میکنند که کار را چگونه کار کرده ایستاده است و دیگر. کردن ممکن است. در یک سال 5 اثر بدیعی خواندن ممکن است مای شما را. خواند، کلانسالا خواند، کتاب خواند، کم مریض میشید، کسل میشید، محتاج به طبیبان کم میشد، عصباتان آرام میگردد. به نظر میرسد به زودی ما شاهدی تأسیس کمیته نو برای نظارت کتابخانه مردم خواهیم شد. ما گفتیم، شما شنیدید. در رابطه با این با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مقصد آموزش عمیق تاریخی پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر باباجان غفور کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه نمایند. فاند پرزیدنت از کجا تامین می شود؟ از بودجه. بودجه از کجا تامین می شود؟ از انداز. انداز را کی می سپارد؟ مردم. از حساب خودتان به شما کتاب تحفه میکنیم، اما از نام رهبر دولت. شکرانه کنید. موافق معلومات آماری سال جاری شماره شهروندان ما که بیرون از کشور فعالیت مهنتی دارند قریب 60% کم شده است که این نتیجه رشد اقتصادیات و تشکیل جایهای کاری در داخل کشور می باشد. در این باره ما در برنامه قبلی هم گفته بودیم، ولی به هر حال لطف کنید و 10 کارخانه رو نامبر کنید که 600,000 نه شماره مهاجرانی از روسیه برگشته رو در نظر دارم. 6,000 جای کاری تأسیس داده مهاجرانی برگشته رو به کار جلب کرده اند. برای ساکنان کشور هر سال نکم از 100,000 جایهای نوی کاری دائمی و موسمی تأسیس دهیم و با همین راه شدت مهاجرت مهنتی را پس نماییم. اخیر شمار تمام جایهای کاری تأسیس داده شما در 27 سال به 100,000 نمی رسد. برعکس حداقل 2 میلیون جای کاری برهم خورد در این 27 سال. شما میخواهید در یک سال 100,000 جای کاری تأسیس دهید؟ انا سفسته. جهت باز هم بهتر نمودن شرایط اجتماعی نفقه‌گیران کشور پیشنهاد می نمایم که از 1 سپتامبر سال 2020 حد اقل و حد نهایی نفقه از روی سن سال و نفقه زمینوی اینچنین نفقه های مهنتی شهروندان 15% زیاد کرده شد. قرسک قرسک قرسک. به این شکمهای دمیده و گردنهای روغن گرفته نگاه کنید. شما فکر میکنید آنها که 1500-2000 سومانی ماهانه میگیرند از 200-300 سومانی بالا رفتن نفقهشان خوشحال شدند؟ در حالی که 300 سومانی پول یک خوراک نصف روزهشان نمی شود. یا آنها از این که معلمان منبت 700 سومانی نیو 800 سومانی معاش میگیرند اینقدر خرسند شدند و قرسک زدند. یا از این که کمپیر موسفیدان تاجیک اکنون 170 سومانی نیو 195 سومانی نفقه میگیرند. شکرانه آن را کنیم که ما تاجیکان دولتی صاحب استقلال داریم. بله، مگر بیشکرانه می شود؟ سلامت باشید. از قرسک زنی ها معلوم است که همه شما جانبدار هستید. شنید
шинетон. شینتان. حالا به حد بفرح شده ایتان. مگر 107 مراتب شیشته خستن کاری آسان است. این حال زاری اینجا نشستگان را دیده منم خسته شدم. مگر نفری که یک ذره به خود احترام قائل است میتواند سفسته 3 ساعته را با 107 قرسک استقبال کند؟ واقعا به این حال کسانی که با برد و باخت ملت سر و کار دارند نمیدانی بخندی یا بگریی. همین طور یک کمی دیگر درباره انتخابات سخن رفت که خودتان میدونید این مسئله حاجت گپ هم نیست. برای همین در این باره ایستاده نگذاشتیم. چیزی دیگر اگر اهمیت داده باشید، تمام مشکلات ساخت و ساز کشور با اظهار منتداری به گردن صاحبکار بار شد. در این چند سال من بعد حکومت اقلا من خودم یک حاجتخانه میسازم نگفت. گفته شد که دولت همین 9 میلیون اهالی یعنی در کارتان باشد ساخته گیرید. صاحبکاران گرامی، میان را محکم بندید. محترم مهاجران کاری، من بعد کوشش کنید به خانه هایتان به جای 10,000 روبل 12,000 فرستید. مطمئن باشید بعد این فرمان جنابشان هر ماه مسئولان حکومتی به خانه شما برای پول طلبی خواهند آمد. و نهایت بعد انجام سخنرانی رئیس جمهور وکیلان 2 دقیقه به پا راست ایستاده با کفکوبی بدون تنفس او را گسیل کردند. امام علی رحمان که با خود میبالید با غرور تالار را ترک کرد. ظاهراً باور کرده بود که ترامپ و پوتین و سی جین پینگ به تفسیر و تحلیلی پیامش نشستند. و شاعر گفته بود که پیامش را کند تحلیل پوتین، ترامپ از آن بها بدهد به تاجیک، به تفسیرش نشیند سی جین پینگ، قزاق و قرغز و افغان و ازبک. با همین به نهایت برنامه امروز رسیدیم. خواهشمندیم با لطف و مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.